چه هزارگی چطور؟ چادر خورا کرته مکنی ای های بله بازوی چپ کرته مکنی ای های بله بازوی چپ کرته مکنی دست کمر میگردی پیش خانه ای های آشی خورده خو گفته مکنی ای های آشی خورده خو گفته مکنی زاری نکن جانی بیرار خو ای های دنیا را ترک کردیم از باری یار خو ای های دنیا را ترک کردیم از باری یار دردی دل مده کس معلوم نموشه ای های پیش تو چیز بگویم از حالی زرخو ای های پیش تو چیز بگویم از حالی زرخو شده به خیاری نوتی تو ای های ده دل ما هر روز و هر شوتی تو ای های ده دل ما هر روز و هر شوتی تو بداری ما از داخت و مسوزم ای های اویی که منگرم ده خوتی تو ای های اویی که منگرم ده خوتی تو جان اویی که منگرم ده خوتی تو من واقعیت لذت بردم شکر. بی اندازه کسی را که دوست داشته باشی در خواب بیدار میبینی براسه هم خب زیاد شخصی نمیکنیم سوالات درباره موسیقی بگین به نظر شما داخل موسیقی هستین چقدر موسیقی محلی هزارگی در کدام حد رسیده چقدر پیشرفت کرده هما جان موسیقی هدفش مشخص اگر از دنبورا باشه موسیقی محلی دنبور هزارگی استادای ما اسطوره‌های موسیقی پیش کسوتان ما مثل استاد سرور سرخوش خدا بیامرز خدا نگاه کنه آقای استاد صفدری توکلی جور داشته باشن و همسال از اینا در عصر و زمان و در حد خودان بسیار تلاش کردن کار کردن اینا در حقیقت پرچمداری دنبوره هست از بامیان مثل غلام سخی بامیانی و از کالو مربوط شیخلی هست چی از پروان آقای شایوز خدا بیامرز
صفدر خیریلی از دیکندی استاد خان محمد دلبری خدایش بیامرزه فوت شدن. اینا هر کدام به مشه و سبک خود کار کردن. او یک بحث است. وقتی که از اوی سون آمدن دنبوره به دستی ادامه دهنده راه اینا افتادن که ما گرفتیم. من شخصا خود میگم که من دنبوره را هنوز نه اینکه شکست نفسی باشه جای نتونستیم برسانم، هنوز قسمتی کمی از دنبوره را کار کردیم و ما خیلی از کاراش. و دا آقای از یاد نبریم ناگفتنمونه که مثل آقای داود سرخوش هنرمنده که همه دوستشون داره و او آدم خیلی میفهمه، علم موسیقی رو میفهمن و به نواختن تمام آلات، اکثری از آلات موسیقی را تا جایی که من معلومات دارم ایشان بلدن، ضمن اینکه صدای نازنین و شیرین دارن. از موضوع خارج نشیم. دیگه جوانایی که تازه روی صحنه یا روی کار آمدن در حوزه تلاش دارن که هر کس در حد بضاعت خود موسیقی محلی که عبارت از دنبوره هست خوبتر کار شود. ولی من خواهش دارم، ما آرزو میکنیم از جوانایی که میان دنبوره را یک مقدار خوبتر به مشانی که دنبوره هست کار شود اشتباه ننوازن. متاسفانه بعضی یک تعداد بسیار محدود که ما میبینیم دنبوره را اشتباه کار میکنن، خراب کار میکنن، بد میخوانن، بعد باز بسیار ادعاهای بالا دارن و از زور خود بالا خود نشان میتن. فکر میکنن که اینی مشکلش با نواختن دنبوره با سبک هزارگی حل شده که متاسفانه این کار درست نیست. من نام نمیبرم از بعضی از دوستای ما و تعداد کمش دیگه جوانایی هست مثل سارای افغان و غیر از اونا، بچه‌ای که اینجا خیلی خوب کار میکنن، تلاش دارن خوب شوه. دنبوره از تنهایی برای به نظر من، این نظر شخصی من هست، هماهنگ کار شوه با دیگه باز موسیقی شرقی حتی با موسیقی غربی کار نیک است. دنبوره به نظر من یک ارکستر تکمیله. چرا؟ به این منظور که اگر با دیگه آلای موسیقی هماهنگ میشه مثل بسیار خوب کار میکنه در کنسرت، در یک خانه، در یک جایی. و اگر هیچ زمانه باشه چون ضرب داره این به تنهایی خود، هیچ آله موسیقی به تنهایی به کنسرت نمیشه خودش رفت کنسرت اجرا کرد، اما دنبوره میشه. بنان یک ارکستر تکمیله و دنبوره مقام بسیار بالا و کلان داره. خب استاد یک آهنگ دیگر هم تو بازم رو تو دنیای دیگه ببرین؟ از سمت چه از کجا بیاین که ما و شما بامیانی هستیم؟ شما رو من نمیفهم، من خودم بامیانی هستم. البته که این از باب شوخی بگم سمت و سو نباید مطرح برای هیچ کسی باشه، مخصوصا برای هنرمند مرز نداره. این از باب شوخی گفتم. از سمتای بامیا نگاهنگ است که بخوانیم از غلام سخی خدا بیامرز یکی از آهنگایش ما بر شما همونطور کم کم بخوانیم. کجا دل کوی جانان میگذارد، غزالان کی بیابان میگذارد. نمیدانم زلفی سرکشی تو مرا تا کی پیریشان میگذارد. شوقی مجنونیت شو یار، فدای رنگ گلگونیت شو.
سرم از تن جدا کن شهیدی تیغ پرخونت شد تندریشی گولی سرخی از این بهتر نمیشی کدام جوان سرید میشه گرفتار با والله میموره خون بار میشی خورده باشم با او حرفی مزن آزرده میشی دلی عاشق به مثل طفلی نادان همان طفلی که مادر مرده دوستای عزیز من خو امیال بندی امیر و زیر بودا و شهر قلقله که همزمان در فکر خود تصورم کردم قدم میزنی بسیار زیبا بسیار معقول تشکر کردین. خب استاد درباره کلیپ بگین ولی از مو دوستا که کلیپ چند تا کلیپ دارین؟ هما جان ما شخصا خودم البته که یک چند تا آهنگ آدیو دارم که در استودیو ثبت شدن نشر شده کلیپ ندارم به چند دلیل. اولا راستش که همه هنرمندای شما در افغانستان چندان روزگار خوب ندارن و دوم این که زیاد علاقه ندارم، یعنی خیلی تمرکز یا تلاش ندارم که حتما به بیرون از افغانستان یا داخل افغانستان برم کلیپ بسازم دیگه. به همون دلیل مانده ما ندارم. دمیر آینده های نزدیک روزهای نزدیک یک کلیپی که شاید تلویزیون طلوع خودشان دیگه اونا که در کجا ثبت میکنن نمیفهمم با آدیو همونجا صدا دادیم امکان داره اونو ما نشر بکنن. هنوز جایش مشخص نیست که در کجا چی میشه ثبت میشه دیگه. من شخصا خودم کلیپ ندارم، زیاد برای من مهمم نبوده، فقط صوتی خواندیم و تصویری هم اگر هر جایی بوده مثل که امروز شدیم لایف میخوانیم در تلویزیون ها رفتیم لایف خواندیم کنسرت هاست محافلای دوستا یا در خانه یک جایی همین رقم عادت کردیم و لایف خواندن ما فکر میکنم که کار سخت است و هنر هم در واقع اینمی هست که لایف به نمایش بگذاریم. یعنی وقتی که کار کامپیوتری یک چیز جعل است دیگه، یک چیزی ساختگی هست، کار خوب است البته که رد کردن از هم درست نیست. ما زیاد طرفدار کارهای کامپیوتری نیستم. تشکر از اینکه وقت خورا دمو دادید. استاد پیام خورا دمیندا یا هر گفتنی که دارین استاد کاملا در خدمت شما بلده بیننده و علاقمنده و دوستایی که سرسخت و علاقمند شما رو دوست دارم. ما یک چیز میخواستم اول بگویم یادم رفت. ما یک اویه هست که این تشکر و واژه استاد بسیار گپ کلانه. ما به اینمی کلمه براستی راضی نیستم و یک شما یا دوستای ما هر کجایی که لطف در حق ما دارن که استاد نگه محبتشون رو تشکر سپاس. اما کلمه استاد برای من خیلی زود است و خیلی سنگین است. استاد یعنی که در هر حوزه‌ای که هست سنگ تمام گذاشتن با مو حوزه بی مشکل، همه مشکلاتش حل شده و به اصلاح شده است. ما در اون مرحله نرسیدیم. دوستای ما که میگن تشکر.
و پیام زیاد داشتن. دوستا و جوانا، کارشناس های ما هر روز پیام دارن، سیاستگرای ما هر روز پیام دارن، پیام هنرمنده که میشنه. ولی من یک آرزو دارم که یه آرزوی البته هر افغانی هست که بخیر یک صلح بیاید در افغانستان که یک نفس راحت آرام بکشیم. حداقل ما و امثال ما در دنبره به فکر آرام باز هم روش فکر بکنیم، روی موسیقی کار بکنیم، اگر رفاه و آسایش در مملکت بیاید. آرزوی ما هست. پیام خاص ندارم و دوستای ما که هر که دیگه حوزه دیگه عرصه کار میکنم برای همشون توفیق خوشبختی آرزو دارم که خوش بدرخشن، خوش بخونن، خوش بنوازن. و سپاس از شما که در سراغ ما آمدین و دوستای ما که وقتش زیاد گرفتم از طریق چینل بامیان ژورنال میبینن تا این دم که ما را تحمل کردن. از اونها صد دل سپاس و امتنان. مطمئن هستم که دوستای عزیز میاله که بنده از این برنامه هستن در دل خودم کاش که استاد خداحافظی نکنن، یک آهنگ دیگه هم این رو مطمئن هستم که استاد علاقمندای شما بسیار زیاد است. دوست دارم دوستای نور چشم که علاقمند سرسخت شما استاد دیگه خود نستم. تشکر استاد، بازم تشکر از اینکه لطف کردین و باز هم تکراری میشه گفتم که بسیار بسیار خوش آمدین که اکثری از ما زدین. بسیار تشکر. تشکر استاد. بخیر باشید. دوستای عزیزی بود برنامه امروزی ما که خدمتتون تقدیم کردیم. دوستای عزیز هر استاد یا هنرمندای محلی که شما میشناسین کامنت کنین، بلده از ما بگین. ما در سراغ همون استاد باریم و آهنگای تاپ ناب از ما میشنین. تا برنامه بعد که بازم من همراه یک مهمان ویژه دیگه خدمتتون قرار میگیرم. شما را به الله پاک بنیاز میسپارم.